ادعای ملاقات با امام زمان خیالی، حقیقت یا خرافات؟ در غیبت کبری کسی که بگه من ارتباط مستقیم با امام زمان علیه السلام دارم، این دروغگو هست، مگر در زمان ظهور سفیانی. اون زمان بله اشکال نداره، اگر دلیل داشت، معجزه داشت، حرفش قبول میکنه. قبل از اون اگر کسی این چنین ادعایی بکند، این باید واجب اون را تکذیب بکنیم، میگم دروغ میگه. بله جناب رافضی، هر کس ادعا کند امام زمان را دیده دروغ میگوید، چون اصل دروغ است پس فرع هم دروغ است. چگونه میتوان امام زمان خیالی را که وجود خارجی ندارد ملاقات کرد؟ شیعیان بعد از ادعای دروغین ولادت مهدی، برای اینکه دلیلی برای این دروغ خود داشته باشند، ناچار به فکر چاره افتادند. لذا شخصی به نام عثمان بن سعید ادعا کرد که نایب مهدی است و دست یافتن به مهدی جز از طریق وی ممکن نیست. سپس 3 نفر دیگر جانشین او شدند که آخرین آنها علی بن محمد سیمری بود و ادعا کرد که مهدی در نامه‌ای که برای وی نوشته اعلام نموده که بعد از وفات او مرحله غیبت صغرا خاتمه یافته و مرحله غیبت کبرا آغاز می‌گردد و هر کس در این مرحله ادعای ملاقات با مهدی را داشته باشد دروغگوست. اما از آنجا که ادعای ملاقات و نیابت از مهدی سبب دست یافتن به منافع مادی فراوان و کسب جایگاه اجتماعی والایی بود، لذا فرصت طلبان در ادعای نیابت از مهدی و ملاقات با او با یکدیگر به رقابت پرداختند و حتی در زمان غیبت کبرا هم ادعای رؤیت و ملاقات او را مطرح ساختند، تا جایی که یکی از علمای آنها به نام حسن ابطحی نامه‌ای به عنوان دیدار با امام صاحب زمان نوشت و 66 داستان از افرادی را که به ادعای وی با مهدی ملاقات کرده اند را ضمیمه آن کرد که اکثر آنها در زمان غیبت کبرا بوده است. و نیز دانشمند دیگر آنان توسی در کتاب الغیبه صفحه 99 میگوید ما در وهله اول مهدی را از دیدگان تمام اولیای او مخفی نمی‌دانیم، بلکه جایز است که مهدی خود را برای اکثر این اولیا نشان دهد و جز خود آن فرد کس دیگری از این امر با خبر نمی شود. در مورد این تناقض آشکار میان روایاتی که رؤیت او را نفی می کند و میان تصریحات این افرادی که ادعای رؤیت او را کرده اند تأمل کنید تا این فرموده الله متعال را دریابید که می‌فرماید ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. و اگر از جانب غیر الله بود در آن اختلاف زیادی می‌یافتید. و ادعای نواب چهارگانه هم دروغی بیش نبود، زیرا این 4 نفر به جعفر ابن علی برادر حسن عسکری و عموی مهدی که از سلاله اهل بیت است شدیدترین تهمت‌ها را روا داشتند، زیرا جعفر ابن علی بعد از درگذشت برادرش حسن عسکری می گفت برادرم فرزندی نداشته است، لذا او را جعفر دروغگو نامیدند و گفتند از دین خبری ندارد و فاسق و شرابخوار و گناهکار و دروغگوست. الکافی جلد 3 صفحه 503. از حسن عسکری روایت شده است که درباره پسرش فرمود آگاه باشید که شما از این به بعد او را نخواهید دید. الغیبه صفحه 357. پس اعتقاد به راستگو بودن این نایبان تکذیب امام عسکری رحمت الله علیه است. این نایبان از علم و درس و بیان بهره‌ای نداشته و هیچ نقش تربیتی و یا سیاسی در جامعه شیعه ایفا نکرده اند و جز اخذ اموال مردم و جواب دادن سوالات آنها با ادعای دروغین ارتباط با مهدی شهرت دیگری نداشته اند. سایر فرقه‌های شیعیان آنها را انکار می کنند.